الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 20 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما باز معنای توحید را از حدیث گذشته یا که از شرح و توضیحات حدیث گذشته بیان خواهم نمود. از حدیثی که از ابی مالک الاشجعی از پدرش روایت شده است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این کفر بورزد به همه آن چیزی که بجز الله پرستیده می شود، خون و مال این حرام است، یعنی حفظ می شود و حساب این بر الله است. البته این حدیث است که امام مسلم روایت می کنند. یعنی این حدیث به ما دو چیز را می فهماند: توحید و کفر بالطاغوت. توحید انسان همان وقت صحیح است، اسلام انسان همان وقت صحیح است که توحید و کفر بالطاغوت داشته باشد. و این حدیث یکی از بزرگترین و بهترین حدیث است که معنای توحید را بیان می کند. معنای توحید این چی است؟ عبادت الله سبحانه و تعالی هست و کفر ورزیدن بر طاغوت است. این معنای توحید است. و اگر همین معنا را کمی شرح و وسیع بکنیم، میگیم افراد الله بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت و براءت جستن و کفر ورزیدن از اهل کفر و شرک. براءت جستن از اهل کفر و از خود کفر، از شرک و از مشرکین. انا من معنای توحید است که فهمیدن به من و شما خیلی هم ضرور است و همین معنای صحیح و درستی کلمه توحید است. اما افسوس که امروز فرقه های باطل، فرقه های گمراه گشته، معنای توحید را فقط به زبان گفتن لا اله الا الله می دانند یا توحید ربوبیت می گویند. خیلی که مذهب ماتریدی همین طور است، مذهب اشعری همین طور است، توحید را خطا می فهمند. میگویند که فقط توحید ربوبیت است، یعنی وقتی که گفتی که الله خالق است، رازق است، میمیراند، زنده میکند، تو مسلمانی عمل کردن، تنها عبادت کردن الله این توحید نیست میگند. وقتی که توحید رو خطا فهمیدی، شرک رو خطا میفهمی. وقتی که در عبادت توحید رو انکار کردی، پس در عبادت شرک رو انجام میدهی. بارک الله فیکم. پس از همین جهت فرقه های باطل به شرک واقع شدند. صوفی ها همه اش به شرک واقع شد، قبوری شد، از جهت این که توحید را خطا فهمید. معنای توحید را خیلی که این حدیثی صحیح آشکار و واضح بیان میکند، همچنین نفهمید. این فهم را رد کرد. فهم فرقه های باطل مخالف فهم قرآن است، مخالف فهم رسول الله است صلی الله علیه و سلم. علما میگن صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها
و کرامی ها، معتزله ها، خیر بگویم اینجا رافضه ها، این فرقه های باطل جهمی ها، توحید در نزدشان شرک است. شرک را توحید میگویند. سبحان الله. از همین جهت اینها مخالف توحید هستند و از همین جهت همیشه اینها به اهل توحید، به علمای توحید، به طالب علمان توحید می جنگند. دشمن سرسخترین ما، دشمن سرسخترین اهل سنت و الجماعت، دشمن سرسخترین اهل توحید، اولا رافضه، بعد جهمی، بعد کرامی و آهسته می آید ماتریدی ها، اشعری ها، مدخلی ها. اینها دشمنان اهل سنت و الجماعت. امروز مدخلی ها هم همین است. فقط یک حدیث رو میگد من قال لا اله الا الله دخل الجنه. رسول الله گفتند که هر کسی که لا اله الا الله را بگوید داخل جنت می شود. دوام حدیث کجا شد؟ دیگر حدیث ها هست. حدیث هایی که امام بخاری روایت کردند، امام مسلم روایت کردند که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و مخلص باشد، هر کسی که لا اله الا الله گوید و صادق باشد، هر کسی که لا اله الا الله گوید از قلبش مخلصانه گوید، هر کسی که لا اله الا الله بگوید وجه الله را بخواهد، یعنی مخلص باشد، شرک را ترک بکند. و این حدیثی که امروز روایت کردیم، حدیث ابی مالک الاشعری، هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کفر ور طاغوت ورزد و براءت از کفر از اهل کفر بکند. براءت نداشته باشی موحد نیستی. چه خیلی که در حلقه گذشته سخن محمد ابن عبدالوهاب را گفتیم، یعنی بلفظ بگویی معنیش رو فهمی، لا اله الا الله رو به زبانت بگویی معنیش رو فهمی، ترک بکنی شرک رو، با وجود این مسلمان نمیشوی تا زمانی که براءت بکنی، براءت جویی از کفر، از شرک، از کفار و از مشرکین، از مرتدین، از منافقین، از طاغوت. الله المستعان. اما امروز میبینیم که براءت از بین مسلمان ها نابود شده است. حتی کلمه براءت رو معنیش رو نمیدانند. پس انمین نقشه کفار بود. از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا همین روز مشرکین، کافرها و منافقین میخواهند که ما اسلام داشته باشیم که نامش اسلام باشد و اسلام بی معنا باشد. اسلام اما معنا ندارد. دین چیست؟ اسلام است. چی معنی دارد اسلام؟ معنی ندارد، هیچ چیزی نیست. این مقصد کفار است. فقط میخواهند که نام باشد، دینت اسلام، نامت مسلمان، نه عمل داری و نه دین داری. اینها میخواهند که من و شما فقط دعوا بکنیم، ادعا بکنیم که مسلمان هستیم اما عمل نکنیم. به مانند قریشی ها هم دعوا میکنن که ما پیروی ابراهیم علیه السلام هستیم، امت ابراهیم هستیم، اما از دین ابراهیم هیچ چیزی نمیدانستند. فقط یک چیزشون همین بود که هیکل تراشیده بودند و همون را ابراهیم میگفتند و میپرستیدند و دیگر چیزی نیست. و امروز هم همچنین یک سرنوشتی بدی را میخواهند برای امت اسلام بیارند و کمی موفق هم شدند. موفق شدن کفار این است که کمی، کاملا نمیشوند. امت اسلام در فهم توحید جاهلند. امروز توحید میگویی گویا که یک چیزی بی اهمیت است، گویا که یک چیزی که قدر ندارد. و البته این همه از سبب جهل است. بارک الله فیکم. پس زمانی که من و شما از توحید بیخبریم، از کفر به طاغوت بیخبریم، از براءت بیخبریم، براءت نمودن از شرک و از مشرکین، از کفر و از کافرین بیخبریم، براءت نداریم، کافر دوست ما و شما است، دانید که ما خوار هستیم، ما ذلیل میشویم، ما همیشه شکست میخوریم، همیشه ما کوچک و حقیر و ناتوانیم. برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند
جعل الله الذلة والصغار على من خالف امری. الله سبحانه و تعالی خواری و زاری و شرمندگی و کوچکی و حقیری را نصیبی کسی کرده است که مخالفت امر من برآید. بزرگترین مخالفت رسول الله صلی الله علیه و سلم این ترک توحید است، نفهمیدن توحید است، خطا فهمیدن توحید است، اهمیت ندادن به توحید. این مخالفت بزرگترین پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که بزرگترین مخالفت این باشد، بزرگترین خواری و زاری و شرمندگی هم همین است. از توحید به خبر ماندی، الله سبحانه و تعالی تو را شرمنده می کند. پس براءت چیست؟ براءت این اصول ایمان است. اصول ایمان من و شما 6 است که ترکش انسان را کافر می کند. توحید، بجا آوردن توحید، ترک نمودن شرک، کفر ورزیدن بر طاغوت، ولا نمودن یعنی دوستی و محبتی ظاهر و باطن با مسلمان ها، براءت اعلان کردن، دشمنی هم باطنی هم ظاهری کردن با کافرها و عمل را پای در پای کردن و ترک نکردن و خواندن نماز، ادا کردن نماز و دادن زکات. این همه اصول دین است. براءت یعنی براءت نمودن از کفر و براءت نمودن از کافرین، از کافرها، یا که براءت نمودن از شرک و براءت نمودن از مشرکان. چگونه می شود؟ با سه چیز. ما با سه چیز براءت میکنیم. با قلب، با دلمون باید براءت را اعلام بکنیم. با زبان، دوم با زبانمون ما باید براءت را اعلان بکنیم، به جا بیاوریم. و با جسم. براءت از 3 جا به وجود می آید. حتما باید از همین 3 جا به وجود آید: از دل، از زبان و از جسم. اما براءت نمودن به قلب چگونه است؟ براءت نمودن یا براءت کردن قلب از کفر. قلب چگونه از کفر براءت میکند؟ یا که چگونه از اهل کفر، از کافرها چگونه براءت میکند؟ براءت قلب همین است که بعد دیدن کفر، انسان مسلمان باید کفر را بعد ببیند، شرک را بعد ببیند، چنان بعد ببیند که نه فقط کفر و شرک را، مشرکین را، اون کسانی که شرک را انجام میدهند، کافرین را، اون کسانی که کفر را انجام میدهند، مرتدین را، اون کسانی که مرتد شده اند، از دین اسلام بیرون شده اند، اونها را باید بعد ببیند. انا این براءت قلبی هست. و این چنین بغض، عداوت داشتن نسبت کفر و نسبت شرک و نسبت مشرکها و کافرها، و این چنین تمنا کردن، آرزو کردن نابودی کفر و شرک، کافران و مشرکان، اعتقاد نمودن قلب به این که کفر این باطل است، شرک این باطل است، ترک نمودن کفر و شرک. همه این عملها براءت قلبی هست و حکمش فرض عین و فرض لازم است. هیچ حالت، در یگان حالت این نمودی براءت ترک کردنش جایز نیست، از انسان ساقط نمی شود. در یگان حالت این نمودی براءت از انسان ساقط نمی شود، در یگان حال از احوال. برای آنکه در مسئله اعتقادی، در مسئله عملی قلب، اکراه یعنی عذر نیست، یعنی هیچ عذر وجود ندارد، هیچ عذر وجود ندارد. یعنی نه عذر جهل، نه عذر تعویل، نه عذر اکراه. هر کسی که براءت قلبی ندارد او مسلمان نیست، عذر ندارد. چرا که عمل قلب عمل پنهان است، هیچ کسی از این باخبر شده نمیتواند. مسلمان باید داشته باشد. مختصرا بگیم براءت کردن از کفر و شرک، براءت کردن از کافرها و از مشرکها، هم از فعل هم از فاعل، هم از خود شرک و کفر،
از کننده شرک و کفر، از انسانهای کافر مشرک چگونه براءت میکنیم؟ اونها رو باید به قلب بد بونیم، اونها بغض و عداوت نسبت اونها داشته باشیم، امید نابودی اونها رو بکنیم، اعتقاد باطل بودن کفر شرک و اعتقاد باطل بودن عبادت های اونها رو بکنیم، اونها رو ترک بکنیم. انمین براءت قلب است و این فرض عین است، هر یک انسان باید داشته باشد و لازم است همیشه باید داشته باشد. در یگان حالت ساکت نمی شود، در یگان حالت از سر انسان برداشته نمی شود. دومین نمود براءت گفتیم براءت با زبان. چگونه؟ براءت با زبان چگونه است؟ آشکار و واضح با زبان بیان کردن این که عبادت نمودن غیر الله باطل است. یعنی من و شما با زبان آشکار بگوییم که عبادت غیر الله باطل است و هر کسی که غیر الله را عبادت میکند کافر است و مشرک است و مرتد است. و آشکار و واضح بعد بینی امان را نسبت کفر بگوییم، بغض و عداوت را بگوییم و آشکار بگوییم که عبادت کافرها باطل است. هر عبادتی که کافرها میکند، خواه صدقه باشد، خواه عبادت باشد، چیزی نباشد، همش باطل است، هیچ فایده به سویش نمیتید. و همین رو به زبان آشکار باید بگوییم. یعنی بگوییم که این کافرها عبادتش باطل است، یگان فایده ندارد و تمام عبادتی که بجز الله انجام داده باشد همش باطل است و بگوییم. و حکم این واجب است. حکمش واجب است یعنی معناش این است که از عمل قلب، فرق این عمل زبان از عمل قلب همین است که عمل قلب در یگان حال از حالتها ترک کردنش جایز است، اما این در بعض حالات ممکن است. وقتی که اکراه می شود، نفهمیده انجام ندهید، از سبب جهل عذر نیست، آدم از سبب جهل این انجام ندهد کافر می شود، یا از سبب تعویل و این یعنی عذر نمی شود، اما اکراه عذر است. اگر کسی شما رو مجبور کند، شما رو در حالت قتل نگه دارد، گوید اگر همین سخن رو ترک نکنی من تو رو به قتل میرسانم، گوید در این حالت جایز است. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 286 میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تکلیف نکرده از نفس مگر همون چیزی که قدر و طاقت را دارد. اما واجب بودنش یعنی آشکار و واضح مشرکین را مشرک گفتن، کافرین را کافر گفتن، واجب بودنش یعنی تکفیر کردن اونها، با زبان تکفیر کردن اونها واجب بودنش. این سوره قل یا ایها الکافرون است. الله سبحانه و تعالی امر میکرده ای محمد بگو ای کافرها، بگو که هر آن چیزی که شما میپرستید من نمیپرستم. یا که سوره ممتحنه آیه 4 که قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقوم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا. بین ما و شما ای مشرکین کفار دشمنی و عداوت بغض آشکار شد. انا همین براءت با زبان است. و این چنین با اهل بدعت، هر اهل بدعتی که بدعتش بدعت مکفره باشد، بمانند صوفی های قبوری، بگویم بمانند رافضه ها، بمانند هر یک مبتدی مشرک کافر مرتدی که یعنی بدعت است به سبب به درجه کفر رفته باشد، ما به اونها آشکار و واضح بگویم که عبادتت باطل است، خودت کافری مشرکی و از تو بیزاری میجویم. انا همین براءت زبانی است. براءت جسمی چگونه است؟ براءت جسمی سومین براءت ما گفتیم اول براءت قلبی بیان نمودیم، اعتقاد باطل بودن اونها، بد دیدن و بغض و به زبان آشکار کردن. براءت دوم، براءت سوم براءت جسمی. یعنی براءت جسمی یعنی حرکت کردن برای نابودی کفر و شرک، حرکت کردن به این که این زمین از کفر و شرک پاک بشود، از کافرها پاک بشود، از مشرکین پاک بشود. چگونه حرکت کردن؟ با جهاد، برای جهاد حرکت کردن، برای نابود کردن اونها حرکت کردن. اما این مرتبط پیوست به قدرت است، به مصلحه به مفسده نظر کرده، به قدرت و توانایی نظر کردن عمل را میکنید. قدرت و توانایی این شرطی که در این مسئله وجود دارد و در این مسئله دلیل ها زیاد است. بارک الله فیکم. و این چنین به جسم براءت نمودن، به جسم این ترک نمودن کفر، دور شدن از همون منطقه کفر، هجرت نمودن،
از بین کفار و مشرکین دور شدن، این براءت نمودن با جسم است. پس از این به شما معلوم شد که وقتی که ما میگیم که توحید این یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی هست و کفر ورزیدن به طاغوت است و براءت نمودن از کفر و کافرین، از شرک و مشرکین هست، انا همین را در نظر دارد. براءت به قلب، براءت به زبان، براءت به جسم است. ما باید موحدین همه این صفات ها رو داشته باشیم. براءت به قلب همیشه، اما براءت به جسم و براءت به زبان به قدر استطاعت و توانایی تعلق دارد. بارک الله فیکم. پس بعد از این که ما فهمیدیم که بغض، عداوت و بدبینی کافرها از توحید است، پس حکم دوستی کردن با کفار چیست؟ به عباره دیگر بگویم، از این چیزهایی که ما به شما بیان نمودیم، از آیاتهایی که 4 آیاتی که در حلقه های گذشته به شما بیان شده، از سوره اسراء آیه 57، از سوره زخرف آیه 26 و 27، از سوره توبه آیه 31، از سوره بقره آیه 165 و از این حدیث صحیح که ابی مالک الاشجعی از پدرش امام مسلم روایت میکنند، به ما مفهوم گشت که توحید، یکتاپرستی الله و براءت کردن، براءت جستن، کفر ورزیدن از طاغوت، از کفر، از کافرین، مشرک، از مشرکین است، از شرک و مشرکین است. و فهمیدیم که بغض و عداوت، بدبینی کافرها این از توحید است. اما سوال اینجاست که هر کسی که به کفار موالات بکند، موالات این که دوستی بکند، اونها را کمک بکند، اونها را دوست دارد، حکم همین چیست؟ بدانید که موالات یعنی دوستی کردن با کفار به 2 قسم تقسیم می شود. دوستی کردن بزرگ، موالات بزرگ، و موالات بگویم میده، کوچک، میده که انسان را کافر نمی کند. موالات بزرگ یعنی دوستی کردن با کافرها، دوستی کردن، موالات، دوستی کردن با کافرها حکمش کفر است، انسان را از دین بیرون میکند. موالات کبرا، دوستی کردن بزرگ به اهل کفار، خواه از اهل کتاب باشد، خواه مشرکین باشد، خواه مجوس باشد، خواه مرتدین باشد، به اونها موالات کردن یعنی اونها را دوست داشتن، اونها را کمک کردن و غیره و غیره، که این اگر بزرگش باشد، موالات بزرگ باشد، انسان را از اسلام بیرون میکند، کافر میکند. چرا که این اصول ایمان است که موالات را ما باید نسبت مؤمنین بکنیم، براءت را نسبت کافرین و مشرکین، موالات دوستداری را نسبت مؤمنین بکنیم. ما باید مسلمان ها را، موحد ها را دوست داریم و به آنها کمک کنیم، به آنها دستیاری دراز بکنیم، اما این عمل را به کفار انجام ندیم. پس موالات کبرا انسان را خارج از دین میکند و این 4 نمود است. از 4 نمود موالات ما باید احتیاط باشیم که انسان کفر میکند. یکمیش دوست داشتن کافرها به خاطر دینشان. هر کسی که کافر را به خاطر دینش دوست می‌دارد، به خاطر مجوس بودن، به خاطر یهود بودنش، به خاطر نصارا بودنش یعنی خریستیان بودنش، به خاطر کنفوییست بودنش، به خاطر بودیست بودنش دوست می‌دارد، این یک باره اگر خودش را مسلمان گرد در همون وقت مرتد می‌شود، کافر می‌شود. هر کسی که کافر را دوست می‌دارد به خاطر دینش، این کفر است و این کافر می‌شود. و به این دلالت میکنه سوره زخرف آیه 26. خیلی که ابراهیم گفتن و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. زمانی که ابراهیم به پدرشون، به قومشون گفتن که من براءت اعلام میکنم از همه اون چیزی که شما عبادت میکنید بجز الله، یعنی الله اثبات میکنم، الله عبادت میکنم و بجز الله دیگرش براءت اعلام میکنم. و در حدیث اومد که حدیث سه که مسلم روایت میکنند و کفر یعبد بما یعبد من دون الله، همون وقت انسان موحد میشود که لا اله الا الله بگوید و کفر ورزد به همه اون چیزی که بجز الله پرستیده میشود یا نسبت همه اون کسانی که بجز الله را میپرستند. یا که سوره مجادله آیه 22، سوره مجادله آیه 22 را شما حتما کشایید،
تفسیرش رو نظر بکنید، به زبان تاجیکی یا که روسی قرائت بکنید، خوانید. همین آیت شما رو هدایت میکند. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. تو یگان قومی را نمیابی که ایمان به الله و رسول به روز قیامت آورده باشد و بعد از این با دوست بدارد دشمنان الله و رسول را. یعنی کسی که مؤمن هست، کسی که ایمان به الله دارد، کسی که ایمان به روز آخرت دارد، ناممکن است که دشمن الله را دوست خود بگیرد، به دشمن الله دوستی بکند، به دشمن الله محبت و کمک بکند، دوستی بکند به دشمن الله و رسول. این ناممکن است، این مؤمن است. پس برادران عزیز، سوره مجادله را تفسیرش رو بخونید. سوره مجادله آیت 22 رو کاملا 2-3 مراتب بخونید، حفظ بکنید. این آیت به نهایت نجات من شما است. بارک الله فیکم. حتی شیخ محمد بن عبدالوهاب در کتاب اصول ثلاثه میگن که یعنی سومین چیزی که تعلیم گرفتنش و عمل کردنش به من شما ضرور است این است که دشمنان الله را هیچگاه دوست خود نگیریم. دشمنان الله مشرک است، اهل کتاب است، کفار است، اینچنین اهل بدعت است. اهل بدعتی که امروز وجود دارد، آشکار به دین الله می جنگد، از صوفی و از حزبی و از دیگرش، از قبوری و اشعری و ماتریدی، اونها رو هیچ دوست خود نگیرید، چی برسد دیگر این کفار. بارک الله فیکم. این یکمین نمودی موالات دوستاری بزرگی بود که انسان رو کفر میکرد. دوست داشتن کافر به خاطر دینش انسان رو کفر میکند. دومین نمودی موالات کبرا که آدم رو کافر میکند، کمک کردن کافرها بر ضد مسلمان ها. یک ایده اگر یک انسان مسلمان است، کافر را کمک میکند تا که مسلمان را نابود بکند. بمانند این که علمای بسیار نسبت حکومت سعودی حکم رده ماندند، میگویند حکومت سعودی به امریکا کمک کرد تا که برادرهای مسلمان را در افغانستان یا که دیگر برادرهای مجاهد را در دیگر منطقه ها در عراق و غیره بزند در سالهای قدیم و تا امروز. از همین جهت تو علما کتاب ها نوشتند التبیان فی کفر من اعان امریکان فی العراق و افغانستان و غیر ذلك. ان همین است، نصرت و کمک کردن کافرها بر بالای مسلمان ها. کافر را کمک میکنید تا که مسلمان را بزند. به اونها پول دادن، به اونها یراق دادن، به اونها لشکر دادن، به اونها خوراک دادن تا که مسلمان ها را اونها نابود بکند. این موالات کبرا است. این کافر میکند. کسی نباشد، اگر حکومت باشد حکومت رو، انسان باشد انسان رو، کسی نباشد این مرتد است و کافر است. روی خاطر دین ندارد. این قاعده الله و رسولش گذاشته است. کسی خواهد خواست، کسی نخواهد نخواست. سومین نمودی که موالات کبرا هست، انسان رو کافر میکند، پیروی کردن، موافقت کردن کافر به کفرشون. یعنی کافرها رو پیروی میکنی در کفرشون، به کفر اونها موافق هستی، میگویی بله من به شما باکی ندارم، یعنی من به شما هیچ انکار ندارم، من به شما مخالفت ندارم، من کفر شما رو نمیکنم، اما شما چه خیلی میخواهید بکنید من موافق هستم. سبحان الله. این هم کفر است و صاحبش رو کافر میکند، از دین اسلام بیرون میکند. بمانند چی؟ بمانند این که مثل کافرها ما پارلمان سازیم، مجلس عالی، مجلس ملی، دپوتات، دموکراتی اونها رو بگیریم و خودمون تطبیق کنیم و اعلان دموکراتی بکنیم. این موالات کبرا است. این چنین عقیده انسان رو کافر میکرد. برای همین ما به تمام حزب‌های اسلامی مخالف هستیم که اینها موالات کبرا دارند. حزب اخوان المسلمین که در عراق بود، حکومت رو گرفت، به امریکا و اروپا موالات کبرا کرد، گفت ببینید که ما دموکراسی رو تطبیق میکنیم. یا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یا که حزب اردوغان، اینها همه حزب اسلامی است، اما اینها انمین موالات کبرا، انمین شکننده به همین شکننده واقع شده و اینها کفر است، به کفر و ردت واقع شده است. ان همین سومش. چهارم نمود موالات کبرا که انسان را از دایره اسلام بیرون میکند، کافر میکند، این
بگوییم عهد و پیمان کردنی دو دولت اسلام و کفر بر کفر، یعنی دولت مسلمان عهد و پیمان با کفر ها میکند و راضی به کفر همون ها میشود. یعنی میگوید که ما با شما عهد و پیمان میکنیم بر ضد مسلمان ها، ما با شما عهد و پیمان میکنیم بر ضد مسلمان ها. انا همین 4 نمودی موالات، 4 نمودی یعنی موالات کبرا بزرگ است که انسان ها را از اسلام بیرون میکرد. اما باقی مانده موالات های چی است؟ صغرا هست. باقی مانده موالات های کوچک است. بارک الله فیکم که ما در حلقه آینده میگوییم، یعنی به شما بیان میکنیم که موالات های صغرا یعنی دوستگیری کوچکی که انسان رو کافر نمی کند اما انسان رو به گناه کبیره دست میزند یا که به گناه کبیره واقع میکند. یعنی یک انسان به قلبش کافر رو بد میبیند، بغض عداوت نسبت اون دارد، به اونها محبت ندارد، اما به سبب بعض کار به همکاری با کفار به موالات صغرا، موالات میده واقع می شود و به کفر اصغر واقع می شود. مثال اولینش دوست گرفتن کافر. یک مسلمان یک کافر را دوست خود می گیرد، سمت یک دوست عادی، محبت ندارد، یعنی مهربانی نسبت این کافر ندارد، محبت ندارد، یگان عهد و پیمان وجود ندارد، یگان مناصره کمک نمی کند. سبحان الله، فقط دوست خود گرفته است. یعنی بعضی حالت ها شناس است، شناس خود به همدیگر تماس میگیرد، احوال پرسی میکند، در بعضی حالت ها به همدیگرش می نشیند. دوست به خاطر دنیا، یک کافر را به خاطر دنیا دوست خود گرفته است. دانید که انمین موالات صغرا است. سبحان الله، موالات صغرا یعنی انسان را کافر نمی کند اما این از گناه کبیره است. موالات صغرا حکمش چیست؟ حکمش کفر دون الکفر است، یعنی گناه کبیره است، از گناه کبائر گناه ها است. انسان را از دین خارج نمی کند لیکن کفر اصغر است، یا که گناه کبیره بگوییم یا که کبائر ذنوب بگوییم. انمین موالات صغرا است. یکم نمودش همین است. یک کافر را به خاطر دنیا دوست خود میگیری، گرچنده که اون را بد میبینی، محبت نسبت اون نداری. همین دوست خود گرفتن هم به خاطر دنیا، به خاطر تجارت، به خاطر بازی کردن، به خاطر والیبال، فوتبال، به خاطر چیز دیگر دوست میداری. انا همین بدانید که موالات صغرا گناه کبیره است. برای همین ما میگیم که با همراهی کفار یک جا شده، یک دسته تشکیل کرده، مسابقات ها تشکیل کردن و با همراهی اونها یعنی دوستی کردن و در بین اونها یعنی گشتن، و این مخالف اسلام است. همیشه ما بیان میکنیم که اولا دعوت نمودن به این راه، برای فوتبال بازی، برای سپورت حرامی که امروز UFC وجود دارد، این همه حرام است. این راه توحید نیست. به این راه به اسلام دعوت کردن جایز نیست. بله مردم را جذب میکند اما این راه درست و صحیح برای اسلام نیست. و دیگر نمودهای ان شاء الله این یعنی براءت